من از ملک شما خوشم اومده. بریم بیرون قولنامه رو بنویسیم، پول کمیسیون ندیم. خب مشکلش حل. آره موافقم، ولی خب این بونگایی رو چجور بپیچونیمش؟ اونش با من، فقط من هرچی گفتم شما دنده بده. آقایون اگه جفتیتون راضی هستی که من قولنامه رو بنویسم. بله راضی هستیم. فقط اگه شما اجازه بدین ما با مالک محترم بریم سر ملک یه بار دیگه خونه رو ببینیم. این CD ملک ایشونه. یک شاگرد رو فرستادم 3 ساعت فیلم تهیه کرده از تمام جزئیات ملک. 3D مکسش هم موجوده. 3D مکسش هم موجوده. فهمیدی؟ بله. به هر حال من قولنامه رو می‌نویسم. دهنمون خوش شده. ما با اجازه بریم کافه سر کوچه یه قهوه بزنیم بیایم خدمت. قهوه بفرمایید. قهوه اینجا موجوده عزیزم، اسپرسو هر چی بخواید. من قهوه شیرین میخورم. بفرمایید. این شکر. ولی من با شیر میخورم. اینم شیر. اینم شیر. بابا ملکون هست؟ بله مرسی. بگم تا آقای الماسی قولنامه رو بنویسن بریم سر کوچه 2 کوبیده بزنیم برگردیم. آره بفرمایید. این کوبیده خدمت شما. کوبیده ایشون دوست داره، من قرمه سبزی میخورم. بله چشم. این قرمه سبزی. من هر چی فکر میکنم منم قرمه سبزی دوست دارم. بله اینم یه قرمه سبزی دیگه. اینم یه قرمه سبزی دیگه. آخ چی شد؟ مدرسه پسرم تعطیل شد، من باید برم مدرسه. آرتین جانمو. این آرتین پسرتون. آرتین بابا؟ اینم آرتین بابا. من زیاد حالم خوش نیست. باید روزی 2 آمپول بزنم تا سرپا بمونه. 2 تا پرستارای نمونه کشور اینجا هستن. این سایزو میخوان یا این سایزو؟ خودکار بده امضا کنید. خودکار بده بهشون. بفرمایید. خودکار. لامپورت درسیدی؟ مبارکه. مبارک. مبارکتون باشه.